وزارت کورای داخلی روسیه بار اول آمار صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک رانندگان خارجی را نشر کرد. بر اساس حساب مرکز ملی بخطری حرکت در راه وزارت کورای داخلی روسیه در 9 ماه اول سال 2020 در قلمرو روسیه بیش از 6400 صدمه با اشتراک رانندگان خارجی از جمله حدود 3000 صدمه با اشتراک مهاجران از کشورهای اسنگی رخ داده است. بنا به این آمار که نشریه کامرسانت نشر کرده است، در عموم در سال 2020 شماره صدمات در روسیه کم شده است، چون که به دلیل کرونا ویروس مردم کمتر ماشین میرانند. سال 2020 در روسیه از بین خارجیان از همه بیشتر بر اساس حساب مرکز بخطری حرکت در راه شهروندان ازبکستان 797 مرتبه دچار صدمه شدند. در جای دوم زادگان قرقیزستان با 701 صدمه جای گرفته، در جای سوم مهاجران تاجیک با 599 حالت صدمه جایگیر شدند. بنا به آمار وزارت کورای داخلی روسیه از همه بیشتر 1080 نفر در صدمه با اشتراک شهروندان ازبکستان جراحت برداشته. شماره از همه بیشتر صدمه‌های مرگ‌آور 76 قربانی در صدمه‌ها با اشتراک زادگان تاجیکستان ثبت شده است. در عین زمان بنا به آمار وزارت کورای داخلی روسیه شماره از همه کمتر صدمه‌ها را از بین خارجیان شهروندان افغانستان، استونیا، ژاپنیا، لیتوا راه دادند. اما شامل تغییف رهبر جمعیت آذربایجان‌های مقیمی مسکو پیش صف مهاجران از اسنگ در آمار صدمه‌ها را به آن بستگی می‌دهد که مهاجران بیشتر ماشین میرانند، چون که در ساحه‌های خدمت رسانی نقلیات به مثل تاکسی، رسانیدن محصولات خوراکه و امثال این کار میکنند. اگر در این ساحه برای مثال پالیاک‌ها یا شوئدها کار میکردند، آنها نیز در صف پیش صفان جای میگرفتند، گفت است شامل تغییف.